سه تا دونه چیپ LED یا آیسی برنامه داره، چون اون آیسی ها اینو آدرس پذیر یا برنامه پذیر کرده. یه دوست نصاب اتاق گیمینگ دارم، خیلی از دستت ناراحتم. گفتم چرا چی شده؟ گفت بعد این همه سال کار کردن با هم دیگه ریسه RGB رو به من فروختی متر 300 خورده. من ریسه RGB دارم میخرم متر 70 تومن. دوست نداشتم این کارو بکنی. گفتم که اگر تو تفاوت این دوتا ریسه RGB رو واقعا نمیدونی، مشکل از تو نیست، مشکل از منه که درست توضیح ندادم، آموزش ندادم. ریسه RGB برنامه پذیر 2811 ریسه‌ای که هر سه تا چیپ LED آیسی برنامه داره، 12 ولت، رقص نورای رونده رو به راحتی براتون اجرا می‌کنه. اینم ریسه RGB تراکم 60 که اینم میتونه رقص نورا رو اجرا کنه. بریم روشنشون کنیم ببینیم، تفاوتش هم بهت بگم. قلبو برام قرمز کن. اگر نگاه بکنید هر دوشون یه مدل چیپ روشون نصب شده، چیپ 5050 هفت رنگ RGB. سایه برنامه پذیری که رقص نور رونده رو اجرا میکنه، ما یه آیسی برنامه داریم باعث میشه رقص نورا رو رونده اجرا بکنه. هر سه تا دونه چیپ LED یا آیسی برنامه داره، چون اون آیسی ها اینو آدرس پذیر یا برنامه پذیر کرده. توی مدل RGB ما چیزی به اسم آیسی برنامه نداریم. همه چیپ ها همزمان با هم دیگه میتونن یه افکت رو براتون اجرا بکنن. این ریسه از ریسه 2811 ارزون تره. اگه این پست به دردت خورد و تفاوت ریسه RGB رو متوجه شدی، بفرست برای اون دوستت که کار رقص نور RGB انجام میده. کلمه ریسه رو برام کامنت کنی، قیمت همه محصولات رو برات میفرستم. فالو یادتون نره.